پدر بزرگم میگه تو دل همه آدما یه شیشه هست که توش هم غم زندگی میکنه هم شادی. اما اونا هیچ وقت نمیخوان همدیگر رو ببینن، مثل مامان و بابا. وقتی که آدم خوشحاله شادی تو شیشه داره بازی میکنه، مثل اون وقتا که با داداش کوچولوم بازی میکردیم. یا مثل اون شبی که خوابیدم سوار یه قطار قشنگ رو ابرم. یا اون روزی که با بابا و ماما رفته بودیم لب دریا. اون وقتا مامان و بابا هنوز مثل غم و شادی نشده بودن. شبا وقتی بابا از سر کار برمیگشت همه با هم میرفتیم نمایش بابا. اون روزا خیلی به هممون خوش میگذشت. تا اینکه یه شب صداهایی شنیدم. اون شب تا صبح خوابم نبود. ترسیده بودم. دوست داشتم گریه کنم، ولی ترسیدم مامان بابا دعواشون بیشتر بشه. نکنه دعواشون تقصیر منه، ولی من یه دختر خوبی بودم. چند شب بعد دوباره خوابیدم رو ابرام، اما این بار به جای قطار یه عالمه در جلوم بود. وقتی بیدار شدم مامان و داداشم رفته بودن. حالا دیگه فقط غم تو شیشه نشسته بود. هر وقت اون گریه میکرد منم گریه میکردم. هر وقت اون داد میزد منم داد میزدم. هر وقت اون خرابکاری میکرد منم میکردم. دلم برای داداشم تنگ شده، برای مامانم، برای غذا درست کردنش. یه روز خیلی گریه کردم. بابا هم که کلافه شده بود زنگ زد که مامانم بیاد پیشم. ولی دوباره که شب شد من موندم بابا. مامان و بابا اون کاری که خودشون میخوان انجام میدن. آخه چرا هیچکی نظر من و داداشم رو نمیپرسه؟ تا اینکه یه شب خواب یه ستاره دیدم. درا رو که باز کردم دیدم غم و شادی دارن با هم دنبال بازی میکنن. اون موقع بود که فهمیدم غم و شادی هم میتونن با هم دوست باشن و این وقتای همدیگر رو ببینن. تو دلم یه شیشه است که توش غم و شادی با هم زندگی میکنن.